السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله علیکم. نگهبانتون باشه حضرت جان. سلامت حضرت باش. سوالی ما همین خیلی که ما مقصد چند سال پیش با واسطه یک آدم که ما را گفتن که مقصد زمین فروشی یا که زمین هم که تقسیم میکنن میتین ما پول برآورده دادیم. پول برآورده دادیم. بعد این پولا گفتن که ما میگیریم میبریم همراهی رئیس بگیم همین پولا میگیریم میکنیم شما دا زمین میتیم بر مدت هم وقت زمین میتیم گفتن. انا رئیسم ای بین گذاشت مرد همو آدم پول گرفتگی هم مرد. مقصد از ما که ما نمیدونیم کجا چی وای کنیم کجا در عرض کنیم. آدمایی که وایش هم بگیم الحمدلله همش سومدارن و ایشم اوشم هم وایش هستن. وقتی که ما با وایو را میگیم چی میکنیم میگن که ایش میگن که پلا مقصد میگن رئیس خوردگی ای خوردگی نیست. رئیس ش مقصد وارثای رئیسش میگن که همو آدمی که گفتگی که پلا رئیس خوردگی همو را بگیریم بیارین که کو دکازات کنن که ای خورده باشه. نه ایش مقصد بگیم با کلا میگیرن نه وایش با کلا میگیرن نه زمین دادن مودا نه هیچی. حکم چیزی همیا چی میشه چی باشه مقصد ما چی بله، کنیم. بنابراین الله سبحانه و تعالی در سوره بقره گفت که شما اگر یک داد و گرفت کنید، یک عملی کنید که آن داد و گرفت نقدی نیست، یعنی پول میدید و مال میگیرید، این خیلی نیست. یعنی داد و گرفت یا پول اول میدهید و بار بعد میگیرید، مال بعد میگیرید، یا مال اول میگیرید و پول بعد میگیرید. فکتبوه، اگر همین خیلی عقد کرده باشید و این نویسید. گفت ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، یک کاتب در بین شما با عدالت نویسد، یعنی یک چیزی ظلم ننویسد. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو مرد از مردهای مسلمان ها باید به همین عقد شاهد شود. فإن لم يكون رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء، اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو زن یابید، یعنی سه نفر میشد. برای اینکه شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است در شریعت. خلاصه شاهد بیارید تا اینکه یک روز همین خیلی یک آدم زندان می شود، یک آدم وفات میکند، همین خیلی مشکلی ها سر نزند، شما دلیل دارید، یعنی نمیتونید رسما چی کنید، یعنی نویسانید. یعنی خلاصه در این روزها شما الکی که دلیل ندارید، حجت ندارید، برای اینکه پول دادید یگان حجت ندارید، شما دعوا کرده نمیتونید به هیچ جا، فقط از نگاه اسلام. یعنی اگر ایمان و یگان ترسی از الله تعالی خویشاوندان میت داشته باشد، یعنی که مال شما به شما برمیگرداند یا پولتون رو برمیگرداند. اگر آنهایی که آدمایی که یگم ریبا خورده آمدین و رشوه خورده آمدین دیگر اونا رو از همون مرده گیر میگن دیگر. اونا که یگم رو همون پولی رشوه خورده آمدین از خردسالگیشان، مقصد پدرشان رئیس بود، رشوه خورده. آیلیک که هیچ کس زندگی ندارد، الان آیلیک نمیرسدن به یک کورتا نمیرسه آیلیک، رشوه میخورونید به این بچه ها. بعد فقط خدمتی پدر و مادر میکنن بعد حیات شما را میگه همون مرده گیر. خلاصه اگر فرزندش به تقوا باشد، یعنی که مال بر میگرداند. برای چی؟ اگر اثبات کرده تاند باور کند، برای اون که اون قرض الله تعالی نمیبخشد قرضه. بنابراین یک آدم در معرکه جهاد قرار داشت و گفت که یا رسول الله حالا در همین جنگ اگر کشته شوم همه گناهام الله تعالی میبخشد؟ گفتن که بله. وقتی که به سوی جنگ شتاب میکردن که الا دین، غیر قرض، گفتن قرض نمیبخشد. قرض حق آدم است، حق الله تعالی نه. اگر حق الله تعالی پایمال کنید، الله تعالی ذات کریم است، ذات عفو هست، عفو کننده. لیکن قرض مردم که نمیتید، حق مردم است و دعوا میکنه روز قیامت. آمده میگه که اگر در دنیا رویانده نتونه، روز قیامت دعوا میکنیم. رئیس میگه که رئیس من فلان قدر پول دادم، کنی خانه نداده گذشتی، یگان کسی توصیه نکردی. آدم باید از کی قرضدار باشد نویسد که فرزندم من از فلان قرض دارم، اگر من در قید حیاتم قرض ادا کردن نتونم، بعد حیاتم فلان جای فروشتم تیتام. برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بخاری هست، یک آدم وقتی که جنازه آوردن گفتن این قرضدار نیست، یک آدم گفت که از من 2 درهم قرضدار است. بعد گفتن که خب باشه من نمیخوانم جنازه. گفتم بعد ابو قتاده گفت که یا رسول الله همین 2 درهمش برگردنی من، یعنی من همین 2 درهم از نام میت به همین آدم میتیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم خواندن جنازه را.
روز دیگر ابو قتاده را دیدن گفتن که قرض دادی؟ گفت که یا رسول الله دین نماز جنازه خواندیم کو. روز دیگرش دیدن قرض دادی؟ گفتن که بله یا رسول الله حاضی دادم. گفت که الان بریدت جلدت، گفتن حالی پوستش خنک شد. گفتن یعنی حاضی پوستش اکن خنک شد، یعنی در دوزخ می سوخت اون آدم. بنابراین یعنی که اگر به پدرش وفای و مهربانی داشته باشد پول شما رو یا که خانه تان رو برمیگردن. اگر مهربانی نداشته باشد دیگر یگانه علاج اگر در این دنیا دعوا کرده نتوانید روز قیامت میگیرید. روز قیامت چه خیلی میگیره؟ اگر ثواب داشته باشد الله تعالی ثواب همون رئیس گرفته به شما میتید. اگر رئیس نعوذ بالله فقط گناه کرده باشد و ثواب نداشته باشد، گناه های شما به قدر همین پول میگیرد به گردن رئیس میپرتاد، یعنی که خیلی از گناه ها سبک میشید. بنابراین برادر عزیز با انشالله یک صحبتی داریم در بالای بلا و مصیبت ها. هفته آینده همین روز میشد انشالله در آنجا اشتراک میکنید، در بالای بلا و مصیبت ها سخن میکنیم. شاید کمی باشدم دوایی از همین سخن ها پیدا کنید. والله تعالی اعلم.